السلام علیکم دوستان عزیز. التماس همین روز با سوال من مصلحت آمیزی من جواب دهید، برای آنکه من مبلغ نمیابم که هر جمعه با اینجا آیم. یک آدمی دست بخیر به من 2 سامانی داد، من آمدم. من خودم بیمارم، من آیله دار صاحب 6 فرزندم. زنم با سبب مبلغی کم یافتنم از من نفرت کرده، 1 سال باز با من قهری کرده است. زنم نمازخوان است. آیا نماز این در نزد خداوند قبول می شود یا نه؟ من می خواهم جدا شوم. فرزندانم می گویند که مرا پرتافته نرو، ما را پرتافته نرو. چی کار کنم؟ التماس مصلحت دهید، التماس همین روز جواب دهید. یعنی این برادر عزیزی ما گویم در بلای زن گرفتار است. زنی بعد در سرای مردی نکو، اندرین عالم است دوزخی او. زنهار بد قرین بد زنهار، وقین ربنا عذاب النار. حضرت سعدی گفتند اگر آدم خدا ترس باشد، اگر آدم مسلمان باشد، اگر مرد نمازخوان باشد، لیکن زنی بد داشته باشد، زنی ناسپاس داشته باشد، زنی ناشکر داشته باشد، زنی که با قدر شوهر نمی رسیدگی باشد، زنی که حرمت شوهر را به جا نمی آوردگی باشد، زنی که فقط دست شوهر را نگاه کند که پول داشته باشد زنی میکند، پول نداشته باشد قهر میکند میرود. گفته است در این عالم الله که تو دوزخی تو برپا شده است. اما همین گفته از خودش دوزخ است. برای همین این زنی که اگر شبان روزه نماز خواند، اگر زنی که تمام سال گویم روزدار باشد، لیکن اگر شوهر از او راضی نباشد، اگر شوهر از او ملال باشد، این روزه و نماز او در نزد پروردگار منزله یک پری پشه قدر ندارد، هیچ قدری ندارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زنی از دنیا گذرد، زمانی که این زن گویم از طایفه زنهای بود که روزه میگرفت، نماز میخواند، زمانی گذشت و شوهر از او راضی بود، گویم این زنی بود که هم عبادت الله را به جا می آورد، هم حرمت شوهرش را به جا می آورد. یعنی حرمت شوهرم این خودش عبادت است، فرمان پروردگار است. اگر این خلزن از دنیا گذرد و شوهر از او راضی باشد، دخلت الجنه. حبیب خدا گفت همه دروازه های جنت، 8 در جنت این زن از صدا میکنند، یعنی به ما بیا. لیکن زنی که اگر نماز ندارد، یا اینکه زنی که نماز دارد یا به نمازش یک طرف بگذاریم، به نمازش ما دیگر صحبت هم نداریم. زنی که نماز دارد، روزه میگیرد، از این ماه رجب هم روزه میگیرد که ماه رجب هم یگان حدیث صحیح در بابش وجود ندارد که روزه این هم یگان ثوابی هم ندارد. از ماه رجب هم روزه میگیرد، خب لیکن شوهر از او راضی نیست، شوهر پیوسته ملال میکند، شوهر پیوسته گویم که فقط همون پول و مالش نظر میکند، دیگر احترام او فرزندهایی که از این گویم که در بین اینها پیدا شده است اینا را تماما اهمیت نمیدهد. این گونه زن اگر از دنیا گذرد، شوهر اگر بالای او غضبان باشد، حبیب خدا گفتن ثلاثه لعنهم الله، این 3 طایفه در لعنت الله گرفتارند. لعنت الله این حاصل نیست، لعنت الله این است که تو از رحمت، از مهربانی، از فایده ها و راحت جنت محروم هستی. 3 طایفه، من اما قوما و هم له کارهون. یکم همون ملایی که مردم را بد میبینند. از چه خاطر؟ از خاطر که با مردم حقیقت بیان نمیکنند.
و چی خاطر بد ببینم؟ به خاطر که اسلام و ملاگی را فقط برای پول جمع کردن استفاده برده ایستاده است. فقط گویند بسیار بابای ایشان ای بابای فلانی ای بابای فلانی ای گفتن، با این خاطر فقط نان و آب مردم چیکار میکند؟ استفاده میبرد، تن پروری میکند. مردم به این خاطر بدش میبینند، برای که نان و آب میخورد، لیکن از خدا و پیغمبر چیزی صحبت ندارد، با مردم چیزی نمیگوید. این خیلی طایفه زیادند. یکم انا همین خلق الله ها در لعنت الله گرفتارند. دوم کی است؟ و امرأة باتت و زوجها علیها غضبان. بین دویمش همان زنی هست که در یک خانه با شوهر زندگی دارد، در یک جایگاه خوابند، لیکن با یکدیگر قهری هستند، با یکدیگر صحبت ندارند، در بین یکدیگرشون احترام وجود ندارد. سخن مرد در پیش این زن قدر و قیمت ندارد. زنی هست که به آمدن شوهر از جای خود نمیخیزد. زنی هست که شوهر فقط با قواق، شوهر فقط با سخنهای درست پیشواز میگیرد. اینم در لعنت پروردگار گرفتار است. مادرای عزیز، من میدانم انشاءالله صدای مرا امروز همه شما میشنوید. روز از روزها تو این دنیا را ترک میکنی، عمر دراز نداری. فردا این شوهری ترم در پیشت میارند، وقتی میپرسند این خواق و این سخنهای درشت و این معامله های بده که تو در دنیا کردی، همه اینها باعث حسرت و پشیمانی تو در آخرت می شود که تو را دیگر فایده نمی کند. حبیب خدا میگوید لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجتها من الحور العین. بین در دنیا یک زن مثل این زنی که شوهر فقیر می شود، نادار می شود، قهر میکند می رود، یا قهرم که نکند با شوهرش معامله خوب نمی کند. وقتی که با شوهر سخنهای درست میگوید، شوهر آزار که میداده است، الا قالت زوجته من الحور العین. زنهایی که در جنت برای مردها خدا آماده کرده است، اونها این منظره را وقتی میبینند که زن بسیار شوهر آزار داده ایستاده است، زن دنیایی، چی میگفتند؟ قاتلک الله، خدا تو را ای زن دنیایی قتل کند، خدا تو را ای زن دنیایی هلاک کند، خدا تو را ای زن دنیایی تمام حسنات را بیکاره کند. خدایا این زن دنیایی را در غضب خودت گرفتار کن. قاتلک الله فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا. همون حورهای جنتی چی میگفتند؟ همون حورهای جنتی میگفتند ای زن دنیایی، افسوس که این صدای من به گوش تو نمیرسد، و ایلا من برای تو اعلام میکنم، خبر میدهم که این مردی که امروز تو او را آزار داده ایستاده ای، این مردی که امروز این بیچاره را تو گویم دیوس کرده ای، این مردی که امروز غیرت همش تو از دستش گرفته ای، این در نزد تو دخیل است. دخیل گفتن چرا میگن؟ این در نزد تو موقت است، این در دست تو مهمان است. یوشک ان یفارقک الینا، زود است که این نزد من میآید، تو را ترک میسازد، زود است. از این خاطر باید مادرها، خواهرها قدر شوهرها را دانند. چگونه که حورهای جنتی منتظرند، باید زنم در خانه منتظر شوهر باشد که کی به خانه می آید، دیگر دست او را نظر نکند در دستش چی می آید، در دستش خالی می آید یا در دستش کم می آرد، این در شما نظر نکنید، فقط پیشوازش گیرید، فقط در حقش دعا کنید. این حالت شما بهترین زن بشوید، این حالت شما گویم که درجات بلندی را در جنت مشرف بشوید.
حضرت سعدی را خدا رحمت کند میگه دلارام باشد زنی نیکخواه ولیکن از زنی بد خدایا پناه. زنی خوب میگوید حضرت دلارام باشد. زنی خوب بسیار دل آرام میکند، بسیار عصب آرام میکند، بسیار وقتی مرد خوش میکند. زنی که اگر دلارام باشد، زنی گوییم که مسلمان باشد، زنی که خدا ترس باشد، زنی که همه کمبودی های خانه را از حساب الله بیند. ولیکن از زنی بد خدایا پناه. لیکن از زنی بد گفته است پروردگارا به سوی تو پناه طلب میکنم. تهی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به در خانه جنگ. حضرت گفتن تهی پای رفتن به از کفش تنگ. همین پاپوشی که تنگ باشد، همین پای افضالی که پای انسان هم میزند، گفته است از این گونه پای افضال پوشیدن نپوشیدنش بهتر. گفته است اگر همین خلزن ناسپاس، همین خلزن نادرست، همین خلزنی که به قدر فرزنده و شوهر نرسد، از این خلزن در نابودنش بهتر است، نداشتنش بهتر است. بلای سفر به که در خانه جنگ. همین سفر از بلا خالی نیست. همین گفته است دائم سفرکی باشی و مادامی که اگر در خانه دائم جنگ باشد، اگر خانه دائم نارام باشد، دائم خانه ناسالم باشد، دائم خانه در گویم گفت و شنیدهای ناخوب باشد، از این گفته است برای این خیل مردی که این خیل زن داشته باشد، همین دائم در سفر باشد، این بهتر است. و زندان قاضی گرفتار و به که در خانه بینی در ابرو گیره. حضرت سعدی را خدا رحمت کند. زندان قاضی را میدانید، رنگ این زندان هایی که امروز تلویزور داره و گویم که کراوت داره و خراک جا داره و حاجت خانه داره و همه شرایط داده است، این خیلی زندان نیست. زندان قاضی همون یک راست میکنن زمین هم، از همون بالا 10 متر از 15 متر از میپردایند. در همونجا از بالای سرت کشاده است، کدام وقتی خواهن آبت میتند گفته یک جای خیلی با مشقت، جای وزنین، در یک جایی که پاتا دراز کرده خواب کرده نمیتانی. حضرت گفته است همین خیل جای بهتر از گفته است زمانی که اگر خانه روی و زن تا اگر نگاه کنی که در ابروش گره باشد، اگر قواق در زن باشد، پیشوازی تو با گره ابرو باشد، از این خیل زن نگاه کردن و از این خیل خانه را در آمدن همون زندان قاضی بهتر است. حلاک الرجل، حبیبی خدا را سخنهاش هر کدامش باور کن. اگر شهر دهیم چندین کتاب ها را گوییم که از جمله ما و شما پر می سازیم. حلاک الرجل یأتی علی الناس زمان، یا که یأتی علی امتی زمان. حبیبی خدا گو که بر بالای همین امتی من یک زمان می آید. چی زمان است؟ حلاک الرجل علی ید امرأته و ولده یعیران بالفقر فیرکب مراکب السوء فیهلک. زمانی می آید که مردهای امتی مرا هلاکشان وفاتشان در دست زنهاشان و در دست فرزندهاشان می شود. زنهاشان و فرزندهاشان هلاکشان می کنند. یعیران بالفقر. حبیب خدا گفت که چگونه هلاکشان در دست زنها و فرزندهاشان می شود. این است گفت که شوهرهاشان با کمبغلی طعنه می زنند، می گویند که نظر نمی کنی که فلانی را خانه شبی چخیل خانه زیبا دارد، تو مردک نیستی؟ یا ببین چی خوراک‌های با لذت در خانه همسایه هست، تو مردک نیستی؟ یا ببین چگونه لباس‌های برای بچه‌هاشان می‌خرند، تو مردک نیستی؟ این گونه طعنه می‌سازند به مردها. مردی که بیچاره خداوند در تقدیر او فقر کشیده است، کمبغلی را کشیده است، و این طعنه تو
با این وسواسی تو وای پای نمی شود. گفتی حضرت سعدی آن کس که توانگرت نمی گرداند اون مصلحتی تو از تو بهتر داند. او ذاتی که این توانگر نمی گرداند او هزارها بار از تو مصلحتش بهتر میداند. این خداوند دولت و کمبغلی همه در دست همون ذات است. وقتی میگن این مرد که طعنه میکند ایرکب و مراکب سو، این مرد دیگر چی میشود؟ از دست این گونه زنی بدبخت، از دست این گونه زنی ناسپاس، از دست این گونه زنی از خدا دور مجبور میشود که بعد در مرکب گناه سوار میشود. بعد برای این گونه خانه را ساختن، برای این گونه لباس ها را خریدن، برای این گونه معرکه هایی که گوین 2 روز و 3 روز بگذرانند این گونه ها را برپا کردن، این مرد مجبور می شود که دستی به گناه زند. بعد نگاه میکند کنه امینا از کجا یافتند. می بیند بعضی هاش از فروختن گیرین صاحب اینقدر خانه و در شدند، بعضی هاش گویم خیانتی در دولت میکنن، از مال دولت هم میدزدند، بعضی هاش گویم که باز یگان راهی دیگر فریب و یا راهی مردم کشی و راهی دزدی دارند. لیکن بسیاری این تحقیر نیست در حق اونها. بسیاری اونها هست که از راههای حلال مثال صاحب خانه شدن، صاحب فرزند شدن، صاحب ماشین شدن. ما با اونها کاری ندارم، لیکن اکثریت هست امروز. بعدا اینم چند میزند در همین راه میرود. فیرکب و مراکب سو ایهلک. حبیب خدا گفت بعدا چکار میکند؟ در این راه که رفت وای هلاک شده ای حساب میکنه. بعد یکی میبینیم خبرش میآید که مثال میدانه که شوهر زدن دوشنبه دستگیر کردن، میدانه شوهر در رسیه دستگیر کردن، میدانه که راه درافت که باز چند دوستهای دیگر طلا و تاراج کردن شوهر تا قتل کرد. یعنی در راه نادرست این شوهر از حساب طعنه زن رفت هلاک شد. باید که با قدر زنها گویم چی مردها رسند و چی زنها هم باید که مردها را احترام کنند. نه بس وای دولتدار است، وای کمبغل است، وای مالدار ندارد، یعنی این اعتبار نکنند. السلام علیکم محترم حاجی مرزا. سوال تعجیلی از نایب فرخار. محترم، در نزد زنی که حج کرده است قرآن می آموخت، روز سفر کرده به خانهش رفت و آن زن به دخترم گفته است و من سفر معقول نیست، دیگر سفر کرده نیا، یگان روی ماچه را ببند که موی سرت نتابد بس است. و من گفتم به او سفر معقول نباشد، او زیر آیت سوره نور رفتار کرده است و یک چند روز می شود که به قرآن خوانی نمی رود. خلاص آیا دخترم را به دیگر جا ببرم یا در نزد همان زن به سفر خواندن را دوام دهد؟ التماس جوابش را همین جمعه گوید که حیران مانده ام. با احترام برادر اسلامی شما. یعنی این زن حج رفته است، زن قرآن خوان است، لیکن سفر را دوست نمی دارد. تعجب است، باور کنید، تعجب است. من چی گفتنی هستم؟ میگوید هیچ سیقل، سعدی را خدا رحمت کند، هیچ سیقل نتواند کرد آهنی را که بدگوهر باشد، چون بود اصل جوهر قابل تربیت را در او اثر باشد. سقف دریای هفتگانه بشو چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گربرش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. این سخن حضرت سعدی است. خواهر عزیز، مادر عزیز، برادر عزیز، ما شما وقتی که عنوان حاجگی گرفتیم، حج کردیم، موضع های مبارک تماشا کردیم، پس وقتی ما می آییم و یک خواهر ما سطر اسلامی میکند میگویم امین من ده معقول نیست، چی گناه عزیز عظیمی.
چی گویم یک جنایتی وزنی در نزد قرآن ما و شما کردگی هستیم. برادرای عزیز، این الله در قرآن میگوید، چه در سوره احزاب چه در سوره نور. حضرت عایشه صدیقه که گویم یک تار مویش از 1000 این گونه زنهای حاجی بالاتر بود، مادر ما و شما، وقتی یک طایفه زنها پیشش آمدن برای زیارت آمدن، مادر من عایشه را، عایشه که رسول اکرم در جنگ بود، پیغمبر خدا پرسیدند ای حبیب خدا، محبوب ترین مردم به سوی تو کیست؟ کی را دوست می‌داری؟ حضرت گفتن عایشه را دوست می‌دارم. گفتن ای حبیب خدا، مراد ما از مردهاست، از زنها نیست. گفتن ابوها، پدر عایشه را دوست می‌دارم، ابوبکر را دوست می‌دارم. زن را که عایشه را که رسول اکرم دوست می‌داشت، همین عایشه را زنها زیارت آمدن. این لباس هایی که امروز زنها میپوشن این لباس نبود، این لباس تورهایی که اگر همین میکه زن نباشد کلی بدنش میتابد. این لباسی که گویم آستین های بریده و این لباس هایی که یبکه هایی که امروز پرهاشون دراندگی تا پایها میتابد، این گونه نبود. نعوذ بالله و سوء پروردگار از این لباس هایی که امروز دخترهای ما را بدبخت کرده است. دخترهای ما را باور کنید اولین ضربه که در زندگی دختر ما و شما میزند اما همین لباس های نادرستی که میپوشانیم. شرم نمیکنیم با همین لباس هایی که تمام وجودش میتابد پیش عزیزان خدا زیارت میبریم، دوستان خدا را باز همونجا نازار میکنیم. با این لباس نه، بلکه لباسی بود که شاید کمی بدنهاشان گویم که تنگتر بود، میگن کمی بدنهاشان گویم که یعنی چیزی تنگچیر از بدن میتابد، اما بدن بیرون در کشکش میکرد. عایشه دیدن در حال نگاه دیگرگون شدن، در حال غضبناک شدن. چی گفتن؟ گفتن که این کنتن مؤمنات فلیس هذا بثیاب المؤمنات. اگر گفتن خواهرای عزیز، مادرای عزیز، شما دعوا کنین که شما مسلمان هستین، این لباسی که شما دربر کردین این لباسی مسلمان نیست. این عایشه صدیقه گفتن.